روزی در جمع یاران به بهشتی گفتم این تهمت‌های تلخ آزارت نمی‌دهد. نگاهم کرد و گفت این آسیاب به نوبت است، نوبت تو هم خواهد رسید. چقدر این روزها بی شما سخت می‌گذرد دوستان. من تا نیمه راه آمدم، مشیت این بود که بمانم تا نوبت به من برسد، تا در سنگ زیر و بالای آسیاب صدای شکستنهای خود را بشنوم و بچشم. دلم که میگیرد گاهی یاد امام آرامم میکنه. به چشمهایش که هنوز 1000 حرف نگفته دارد